قرقیزستان دو شهروند تاجیکستان را در رابطه با مناقشه مرزی ماه اپریل به حبس ابد محکوم کرده است. عبدالرازق قهاروف و اسکر یونسوف به جنایت به ضد صلح ماده 380 کودکس جنایی قرقیزستان و غارتگری ماده 391 قرقیزستان گناهکار دانسته شدند، اما پیوندانشان راضی نیستند. جانب تاجیکستان تا به حال درباره محاکمه شهروندانش در کشور همسایه اظهار نظر نکرده است. عبدالعزیز یونسوف پدر یکی از محکوم شده ها روز 15 سپتامبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت حکم 14 سپتامبر در دادگاه نویه لیلک قرقیزستان اعلان شد، اما آنها را به تالار دادگاه راه ندادند. نرگس جبارова همسر عبدالرازق قهاروف نیز گفت در مرافعه تنها وکیل مدافع حضور داشت. عبدالعزیز یونسوف میگوید دادگاه بجز از نواری که پسرش را همراه با شخصان مسلح نشان میدهد دلیل دیگری نداشت. اسکر یونسوف و عبدالرزاق قهاروف ماه امسال از جانب نیروهای قرقیزستان در شرایط نامعلوم دستگیر شدند. پیوندانشان گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند و درباره بازبینی آن تلاش خواهند کرد. در همین حال محاکمه سه شهروند تاجیک تبار قرقیزستان نیز در رابطه با مناقشه مرزی ماه اپریل در دادگاه نویه لیلک ولایت بادکن ادامه دارد. دادستان 15 سپتامبر به آنها 20 سال حبس طلب کرده است. انتظار می رود حکم آنها 20 سپتامبر اعلان شود. بنا به سندهایی که رادیو آزادی دسترس کرد، این افراد به خیانت به وطن، غیر قانونی گذشتن از مرز و قاچاق مواد مخدر متهمند. در پی مناقشه مسلحانه 28-29 اپریل امسال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان از دو طرف 55 کس کشته، 10 نفر زخمی و 10 منزل سوخته و ویران شد. دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهکار میکنند. دادستانی های کل دو کشور در پیوند به حادثه پرونده گشوده تحقیق را آغاز کرده بودند، اما تا هنوز نتیجه آن را اعلان نکردند. تاجیکستان با قرقیزستان 970 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتر مشخص و نشانه گذاری شده است. همه ساله در منطقه های بحثی مرزی دو کشور با سبب های گوناگون از جمله بر سر تقسیم آب و زمین و چراگاه مناقشه ها سر میزنند.